قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و حمد بی پایان پروردگار یکتای بی همتا را که ما را از عدم آفرید و به واپسین که همانا دین اسلام است هدایت فرمود و درود و سلامی بی پایان بر روان پاک حضرت محمد مصطفی و یاران پاک گوهر او و خاندان طاهر او باد. خدمت شما گرامیان و عزیزان هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های با دعوتگران. در قدم نخست خدمت یکایک شما گرامیان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. باز هم در این برنامه مهمان گرامی من که در قسمت گذشته همین برنامه نیز با ما بودند در استودیو با من حضور دارند. من خدمتشان به اجازه شما عزیزان خیر مقدم و خوش آمد میگم و قبل از او هم سلام. استاد سلام علیکم، خوش آمدین. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. خوشبختم که باز هم بار دیگر در قسمت دیگری از قسمت های برنامه شما را با خود دارم. جزاک الله در خدمت. خب جناب استاد، اگر به خاطر داشته باشیم ما شما در قسمت گذشته برنامه آخرین سوال ما ای بود که در ارتباط به فکر کنم که فعالیت های دعوی شما بود که چه وقت آغاز کردین و به چه شکل شروع شد و همچنین خدمت بیننده ها ما عرض کردم که استاد در یوتیوب درس های زیاد از استاد منتشر شده تحت عناوین مختلف، به خصوص در بحث زهد و تزکیه درس های دارند درباره اندیشه اسلامی و همچنین در ارتباط و اهمیت فتوا و ضوابط تکفیر و همچنین درباره خشوع در نماز و به همین ترتیب درس‌های دیگری از استاد در یوتیوب منتشر شده و شما عزیزان میتونید از درس‌های استاد گرامی ما استاد مبشر مسلمیار مستفید شید. خب استاد گرامی، میریم به سراغ محور بعدی که یک دعوتگر موفق باید از چی ویژگی های برخوردار باشه؟ الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. من عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بیننده های عزیز شما دارم. موضوع سوال مهمی را مطرح کردین. یک دعوتگر موفق اول چیزی که باید داشته باشه بحث اخلاص است، چون دعوت یک عبادت است و بنده مؤمن مکلف است هر عمل خود را به خاطر الله تبارک و تعالی انجام بده، چون هر قدر که یک دعوتگر موفق هم باشه و کارش نتیجه هم داشته باشه هنگامی که اخلاص دو نباشه نزد الله متعال ارزش و اعتباری نداره. پس اولین موضوعی که یک دعوتگر در هر حالتی او را باید مد نظر داشته باشه اخلاص است. نکته دومش شریعت الله متعال یک شریعت کامل هست و کمال از او است که تنها حکم را بر ما نمیده بلکه روش اجرای از حکم را هم میگه و قطعا دعوت هم به عنوان یک فریضه دینی روش هایش هم در قرآن و سنت الله تبارک و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما بیان کرده. پس دعوتگر بر روشی که خود شریعت گفته باید دعوت بکنه و نکته مهم دیگه است که با آنچه که دعوت میکنه باید علم داشته باشه، چون الله متعال ما را نهی میکنه که در مورد چیز سخن نزنیم و به دنبال چیز نریم که علم نداریم. پس اخلاص و مطابقت شریعت و داشتن علم از جمله موارد بسیار مهمی هست که دعوتگر باید او را بدانه. و مسئله مهمتر دیگه است که دعوتگر باید وضعیت جامعه خود را و نیاز مردم را تشخیص بده یا به تعبیر علمی ترش اولویت ها را در دعوت بشناسه و بر مبنای نیاز مردم باید سخن بگوید و امراضی را که در جامعه بالفعل میبینه
به عنوان امراض خطرناک معنوی به تداوی از اونها اقدام بکنه، چون در اصل دعوتگر یک طبیب است، طبیب معنوی جامعه هست. پس وظیفه از او تشخیص امراض است، امراض مهلک را تشخیص میده و بر اساس اولویتی که داره به تداوی از اونها میپردازه. نکته مهم دیگه است که دعوتگر یک جامعه شناس هم باید باشه، وضعیت جامعه خود دقیق بدانه و در کنار جامعه شناس بودن دعوتگر باید روانشناس هم باشه. معنای روانشناس بودن است که وظیفه دعوتگر قناعت دادن انسان ها هست به خاطر حق و زمانی یک شخص میتونه موفق بوده باشه که مخاطب خود یک برداشت درستی ازش داشته باشه، حالت روحی و روانی از او را مطالعه بکنه و بفهمه که از کدام روش من میتونم استفاده بکنم برای قناعت دادن از که به تعبیر امروزی او روانشناس میگن. و یک نمونه کوچک را در اینجا نیاز است باید بیان بکنیم، او است که حقیقتا امور رقمی که الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان الگو برای ما معرفی میکنه و قطعا اولین دعوتگر هم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما تصور میکنم اگر ما روش دعوتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را ارزیابی بکنین بدون مبالغه گفته میتونم پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین دعوتگر و بهترین معلم و بهترین مربی و در کنارش بهترین روانشناس و جامعه شناس بود. و همین خاطر میبینیم که تعامل رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی وقتا تفاوت میکنه. شاید جالب باشه که یک عده از دوستان میبینن مواردی از رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سوال پرسیده میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم جوابای مختلفی میدن. در کنار سایر مواردی که علما در این باب ذکر میکنن، یک مورد مهمش که توسط علما یادآوری میشه و ایست که رسول الله صلی الله علیه و سلم حالت سوال کننده را مد نظر گرفته جواب میده. به عنوان مثال یک کسی هست گاهی وقتا در مسائل عبادی پابند است، خیلی موارد دیگر هم داره، مثلا انسانی است که جهاد مبارزه هم میکنه اما در احترام والدین خودش کوتاهی میکنه. وقتی او میای از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه، رسول الله حالت او را میدانه که پرسان میکنه ای الاعمال افضل، رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که بر الوالدین. و جانب مقابل یک کس دیگه میآید انسانی هست که مثلا والدین خدا نیکی میکنه، عبادتش هم خوب است اما در زمینه های اخلاقی مشکل داره. وقتی او از رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین عمل پرسان میکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مبنای نیاز جواب میده. یا یک نفر دیگه اخلاقش هم خوب است، عبادتش هم خوب است، انسان بزدل ترسویز به خاطر مبارزه به خاطر الله آماده است، وقتی او میآید از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه که ای الاعمال افضل، پیامبر میگه جهاد فی سبیل الله. پس این بر انسان تعلیم میده که یک دعوتگر باید دقیق ارزیابی داشته باشه از جامعه، از وضعیت جامعه و از وضعیت شخصی که دعوت میکنه و هرگاه کسی همین موارد را مد نظر بگیره، به نظر من میتونه یک دعوتگر موفقی باشه و یک ویژگی های خوب و خصوصیات مثبت را که انسان تشکر استاد، واقعا به نکات بسیار مهم و ارزنده شما اشاره کردین. بحث اخلاص و بحث علم شرعی و مطالعه دقیق از وضعیت جامعه و شرایط جامعه، همچنین حالت فرد که نیاز به دعوت داره، نیاز به راهنمایی داره، که این حتی ما استاد به این معنا میشه بگیم که در کنار علم شرعی پس این جزئی از مهارت هایی است که باید دعوتگر داشته باشه. یعنی پس به این معنا حتی دعوتگر نیاز به حضور یا نیاز به فراگیری برخی از مهارت ها در دوره ها و کورس های مشخصی هم داره. کاملا. خب برداشت من همین است که همه این مفاهیم در منابع دینی هم هست، خب نیاز داره به دقت کردن در اونها و پیدا کردن این نکات باریک. من بیشتر در ذهنم اومد مثلا اگر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا تصاویر مختلفی داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان معلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان مثلا پدر، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان شوهر، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک قماندان جنگ در میدان جنگ. در کنار از این رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دعوتگر است و ضرورتا اگر کتاب‌های زیادی هم در امی زمینه نوشته شده ممکن به مجلدهای زیادی برسه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر دعوت زیبا کرده و قطعا یک انسان مسلمان و یک دعوتگر و یک عالم ضرورتا امی بود شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را باید شناسایی بکنه و الحمدلله کتاب‌های هم در این زمینه نوشته شده، گرچه نیاز به است که تحقیقات علمی تری در این زمینه صورت بگیره و قطعا پیامبر صلی الله علیه و سلم همه ویژگی‌ها را داشت.
یعنی وقتی انسان زندگی او را مطالعه میکنه، دعوت از او را مطالعه میکنه، پیامبر همه ویژگی ها داشت. حالا که علوم کمی تخصصی تر شده، میشه ما استفاده بکنیم از دیگه علوم، از علوم روانشناسی، از علوم تربیتی، به عنوان یک تخصص شده حقیقتا از اونها استفاده میکنه. خب بعضی موارد در علوم هست که با اندیشه اسلامی سازگاری نداره، چون متاسفانه مسلمان ها در زمینه های این علوم کوتاهی های داشتن. بیشتر این علوم حالا طرف غربی ها میآید و بعضی مفاهیم در اونها وجود داره که با اسلام سازگاری نیست. یعنی میشه از فیلتر اسلام اینها رو عبور داده و در زمینه های دعوت استفاده بکنیم. استاد شما یک نقطه علم شرعی را که ذکر کردین، با توجه به این نقطه که باید دعوتگر از علم شرعی بهره مند بوده باشه، پس به این معنا کسی دیگر غیر از عالم دین یا کسی که دسترسی به علم شرعی داره نمیتونه دعوتگر باشه؟ وقتی ما میگیم علم شرعی قطعا دارای مراتب متفاوت است. یعنی آموزش علم شرعی در یک مرحله خاصی نیست، در مراحل بسیار بالاتری هم است، در مراحل پایینتری هم است و این هر انسان مسلمان میدونه که مفاهیم ضروریات دین را بالای هر انسان مسلمان فرض است که باید بدانه و هر انسان مسلمانی به اندازه فهمش از دین مکلف است. بلغوا عنی ولو آیه و احادیث قطعا. پس هر انسانی به اندازه توانش از فهم مکلف است که دعوت بکنه. البته با این تفاوتی که بعضی از مفاهیم وارد حوزه های تخصصی است و در اون موارد باز ضرورتا باید احتیاط شود. یک اشتباهی که گاهی وقتا دی از جوانای با انگیزه خیر ما و دعوتگران ما می داشته باشن است که با علم اندک باز وارد او حوزه های میشن که نیاز به تخصص داره. این یک خط قرمز باید مد نظر بگیرن، به دلیل ای که گاهی وقتا اونها به عنوان دعوتگر وقتی تفکیکی کار کردن نمیتونن، باز در مقام فتوا قرار میگیرن، فتوا میتن، فتواهایی که بدون ضوابط شرعی است و خطا میکنن. وقتی براشون بگی چرا، میگه ما دعوت میکنیم. باید امیر تفکیک بکنن. پس یک دعوتگر لزوما نمیتونه که چیز باشه، یک دعوتگری که تخصص شرعی را نداشته باشه، شرایط از اون نداشته باشه، قطعا صلاحیت نداره که در هر مورد فتوا بده. و اگر میدونه فلانی درست است میتونه بگه کمی اینی کار خوب اینی کار بد، اما این که در یک مورد مشخصی فتوا بده و اون سر مردم تطبیق بکنه، این گپ به حوزه خاص تعلق میگیره که نیاز به شرایط و اصول و ضوابط خاص خود داره و متخصصین این رشته باید کار را بکنن. اما بیان خیر و بیان خوبی ها و نهی از بدی ها یک صفت عموم مؤمنین هست و الله متعال در قرآن کریم وقتی مؤمنین توصیف میکنه که مردان مؤمن و زنان مؤمن یک دیگر به معروف امر میکنن و از منکر نهی میکنن. این در بیان عام هست، یعنی بلغو یکی بیان درجه ابلاغ است، یکی بحث فتوا. این در باید تفکیک شود، چون این به خاطر یادآوری کردم که از طرف دی از جوانا و نوجوانا امی بر دو خلط است. یعنی بحث فتوا را با بحث ابلاغ تفاوت کردن نمیتونن. ابلاغ را هر کس کردن میتونن. به عنوان مثال یک عمل گناه هست، یک عمل مثلا حتی کفر هست، یک نفر مرتکب او عمل میشه، دعوتگر میتونه براش بگه اینی عمل ترک بکو چون این عمل کفر است. اما این که اینمی شخص با اینمی حالاتی که داره آیا با ارتکاب این عمل شخصا کافر شده یا نشده، این نیاز به این داره که یک انسان متخصصی ضوابط تکفیری مثلا ارزیابی بکنه و موانعشه، بعد او این فتوا را بده. گاهی وقتا جوانا همی خلط میکنن، مثلا مستقیما فتوا میده و این درست نیست، اما میتونه بیان بکنه که عمل در شریعت ممنوع است و نباید انسان مرتکب شود یا حکمش ایست. این که آیا امی فرد معینی سرش امی حکم تطبیق میشه یا نمیشه، این نیاز به فتوا داره. استاد برخی گمان میکنن که همیشه وقتی کلمه دعوتگر میشنون یا کسی میخواد دعوتگر شه فکر میکنه که باید همیشه در پشت مایک قرار داشته باشه یا در منبر مسجد باشه یا در پرده تلویزیون ظاهر شوه و اگر شرایط طبق میول از او، طبق خواسته های داخلی از او مهیا و فراهم نباشه، دعوت ترک میکنه. میخواستم ایرم بپرسم که یعنی همیشه زمینه دعوت، مسیر دعوت و دعوتگری، مسیر بیدارگری، میدان بیدارگری با گل فرش شده، موانع، مشکلات، این چیزا وجود نداره؟ قطعا. اول خو میدان دعوت یک میدان وسیع هست. دعوتگر در این مواردی که شما گفتین در اینا انحصار نمیشه. یک دکاندار همزمان که در کنار از یک خرید و فروش میکنه میتونه یک دعوتگر بوده باشه. یک معلم در کنار از یک تعلیم میکنه میتونه یک دعوتگر بوده باشه. یا حتی ما تصور میکنیم کسی که یک کسب کاری میکنه در کنار کسب کاری خود میتونه در دایره فهم خودش در دایره فهم خودش و بر اساس توان خودش کار بکنه. نکته مهمتر دیگه چیست که بله دعوت
یک مسئولیت سنگین است و چون انسان به طرف الله دعوت میده، دشمنان الله شیطان و پیروان شیطان همیشه مانعی از این هستن. سنت الهی در طول تاریخ بشر بوده و در آینده هم می داشته باشه. به همین خاطر قطعا دعوت موانع و مشکلات داره و این موانع و مشکلات نظر به شرایط اجتماعی مختلفی فرق میکنه. گاهی وقتا بیان سخن حق انسان را تا حد بسیار بلندی پیش میبره، ممکن با خطر زندگیش به خطر جدی مواجه شه، ممکن به زندان مواجه شه، ممکن مورد التکوب قرار بگیره، ممکن مردم بر از او تعرض بکنن. همه اینا به اصطلاح وجود داره در دعوت و کسی که وارد این مرحله میشه قطعا نه ناامیدی باید داشته باشه دعوتگر و نه هم به اصطلاح بزدلی و ترس داشته باشه. یکی از اساسی ترین مواردی که در دعوت نیاز است شجاعت و همت، البته در کنارش حکمت هم باید باشه. حکمت و شجاعت هر دویش از جمله لوازم اساسی است که در دعوت باید باشه، به دلیل از اینکه دعوت سختی ها و مشکلات زیادی را با خود داره. نقطه جالب را استاد اشاره کردین، گفتین هر کس میتونه که در امو حوزه خود در امو دایره محدودی که قرار داره میتونه دعوتگر باشه. به شکل به طور مثال گفتین یک کسب کار میتونه. خب وقتی اگر بیاییم ما مثلا یک در بازار کار کنیم، طرف مقابل بگی چیز اصلی است و چیز بدل است، چیزی بدل نفروش، یا ای که در وزن در ترازو مرتکب غش نشو، یا به طور مثال هر چیزی. طرف میگه که مگر تو عالم دین هستی، مگر تو چرا فتوا میدی؟ متاسفانه که با این احکام هم مواجه میشن. پس نباید انسان از گفتن حق و از بیان حق یا بیان چیزی را که میفهمه منصرف بکنه. قطعا نمونه های خوبی را اشاره کردین. میشه به او اضافه بکنیم ای که مثلا دو نفر دکاندار در کنار هم کار میکنن، وقت نماز میشه به نماز میره، اصلا نمیقدر احساس نداره که این برادر پولوفایل خودم بگه بفرمایید نماز بریم. و مواردی هم میگن گاهی وقتا که برشون گفته شده بگه که خب تو ملا نیستیم یا تو ملا نیستی، تو رو بگه مسئولیت تو نیست، نفهم عیسی از بدین خود موسی بدین خود یا به تبعیه یا میانه گوسفند از پای خود بزنه است. نه، این قطعا این موارد است که نمیتونه مانع بر دعوت باشه. هر انسان مسلمانی کار بکنه. اول یک چیز بسیار مهم دیگه که میتونه در دعوت بسیار موثر باشه، حتی کسی که توانایی بسیار پایین صحبت هم نداره میتونه وسیله برای خیر باشه. کار بسیار ساده است و موارد ما داستان های جالبی رو شنیدیم. گاهی وقتا بعضی از مردم هستن مثلا سی دی ها را میخرن، سی دی هایی که صحبت های علما هست، رساله های کوچک میخرن پیشون می داشته باشه، درآور یک برادر مسلمان خود میده، فقط همه کار میکنه. این نوع دعوت است. بلغ ولا سیدی را برش میته در خانه میشنوه و در زندگیش تغییر میاره. یعنی باور بکنین ما داستان ها را از زبان علما و دعوتگرا شنیدیم که فقط یک نفری خواسته یک سیدی را برای یک کس داده، سیدی یک عالم را صحبت یک عالم زندگیش مکمل متحول کرده و دیگرگون ساخته. پس حتی در این حد هم میتونن که یک کسی به اندازه توان خودش در دعوت سهم بگیره و هیچ وقتی سخنا باید ناامید نسازه یک انسان مسلمان دعوتگر که مردم به طرف خیر دعوت میکنه. استاد گرامی، تا چند سالی که شما در عرصه دعوی پا گذاشتین و فعالیت دارین و کار میکنین در عرصه بیدارگری یا بگیم خرافات زدایی و از بین بردن بدعات و بعد رسوم و عنعناتی که متاسفانه جزء بدعت است اما به عنوان عرف در جامعه مطرح شده، آیا با مشکلات مواجه شدین؟ انواع مختلفی از مشکلات. یکم خاطره جالبم در خاطره جالبه که همیشه یادم میاد او است که بار ما در مسجد درس دعوت داشتیم، مفاهیم اخلاقی و اینا رو میگفتم. ریشسفیدها در پشت مسجد نشسته بودن و غال میکردن که اینا نفهم فلانی مردم چرا شده و چطور شده. بعد از اینکه درس خلاص شد من بار آمدم خواستم که یک زمینی گفتمان که از اینا باز بکنم، حداقل صحبت بکنم که بسیار رفتم به احترام دست خود پیش کردم که یک ریشسفید بود، گفتم کاکا جان سلام علیکم. او دست خود این رقم کردم میره و بیشتر رفتم میره میگه به من نزدیک نشی، به من نزدیک نشی. همیشه همین تصویر در ذهن من است. این حالت همه را خنده گرفت. عکس العمل از او که دست خود تو میکرد و بیشتر رفتم و میگه به من نزدیک نشی. ما میخواستم چه فکر میکرد؟ گویا ای که طرف خدای نخواسته یک گاهی وقتا تبلیغات منفی که در جامعه صورت میگیره به حد تصاویر یک شخص را یا شخصیت از او را به حد منفی جلوه میتن که نفر حتی آماده نیست دست بده. با وجود از اینکه میفهمید من بسیار احترام و مهربانی رفتم دست خود برش پیش کردم، سلامم برش دادم، او یک عکس العمل نشان داد، من هم جگرخون شدم
و هم خنده گرفت مرا چون کمی عکس العمل جالب بود. اما در کنار از من باز هم برش گفتم کاکا جان من میفهمم که امی کار تو هم بر مبنای خیرخواهی است، چون تو فکر میکنی که ما گویا یک کار خطایی میکنیم و تو مانع از ما میشی. و من مطمئنم که اگر تو بدانی قطعا این تو یک عکس العمل نمیکنی. باز کمی حساسیت از او پایین آمد و موارد زیاد دیگه که متاسفانه شرایط اجتماعی جامعه ما جنجال ها و مشکلات زیاد است که اگر کل قصه ها را آغاز بکنیم ممکن همه سوال استاد این خاطر شما مرا به وادار کرد که یک سوال دیگری هم بکنم. ما چطور میتونیم که این نوع تبلیغات منفی که علیه علما و دعوتگرا و بیدارگرها در جامعه رواج پیدا کرده و بلا شک که در عقب این نوع تبلیغات دین ستیزا قرار دارند یا گمراه ها و کجراه ها و کجفهم ها قرار دارند، چطور میتونیم جلوگیری بکنیم از بروز همچو موارد یا در مقابله با همچو حالات؟ در این مورد دو نکته ضرور است فهمیده شود. گاهی وقتا ایده از علما یا دعوتگرا کسانی توقع دارند که با هیچ مشکلی بر نخورند. این توقع غیر واقع بینانه هست. ولو هر قدر حکیم باشه. نمونه بسیار زیباش انبیاء علیهم السلام. قطعا انبیاء علیهم السلام حکیم ترین دعوتگران الهی بودن، اما دیدیم با مشکلات مواجه شدن. چرا؟ شیطان به عنوان بزرگترین دشمن همیشه هست و همیشه تلاش خود میکنه و به اصطلاح میخواد که مانع مردم به طرف رفتن به دین الله متعال شود با همه ابزارها و وسایلی که در زمانهای مختلفی دارن. او تلاش خود میکنه و لشکریان زیاده داره. این لشکریانش انسان‌های انجنیاتن، شرایط اجتماعی است، نظام‌ها هست و موارد دیگه از این قبیل. اما ما وظیفه ما همیست که ما گاهی وقتا امی بهانه بیشتر برای تبلیغ و دعوت بر علیه خود ندیم. گاهی وقتا عملکردهای خطای ایده از کسانی که منسوب به دعوتن باعث میشه که مردم تبلیغات خطایی بکنن. یا مورد دیگه هم که میتونه امی تبلیغات را گسترده تر بسازه و است که دعوتگر به چیزی دعوت بکنه که عمل نکنه. الله متعال نهی میکنه و موارد کسانی هم هستن الله متعال ما را از این جمع نگردانه، ما را حفظ بکنه، به چیزی دعوت میکنن که خودش انجام نمیده و این باعث میشه که مردم اعتراض بکنن. و نکته دیگه ای که یا اولویت ها را نمیفهمند دعوت، یا نکته دیگه ای که در دعوت خود حکمت ندارن و برخوردایشان متاسفانه برخوردای درست و شرعی نیست و ضوابط شرعی را در تعامل خود با مردم رعایت نمیکنن. مجموعه از اینها میتونه از جمله مواردی باشه که به اصطلاح کسانی که میخوان مانع دعوت شوند تبلیغات از اونها را گسترده تر بکنه و رعایت اینا یا به تعبیر اینا را مراعات کردن، مثلا دعوت داشتن، شناخت اولویت ها، شناخت وضعیت جامعه، تعامل مثبت داشتن با مردم و بر مبنای وضعیت موجودشان تعامل کردن. نکته مهمتر دیگه ای که مردم را درک کردن. مثلا جامعه خود اگر ما بگوییم ما باور دارم که بخش کلانی از عکس العمل منفی عوام مردم در مقابل دعوتگرا در نتیجه جهل است. انگیزشون خیر است، انگیزه خیر دارن اما جهل باعث شده که این کارو بکنه. پس دقیقاً مثل که تعبیر بیشتر کردم، دعوتگر به عنوان یک طبیبی است که اگر وقتی میبینه که یک مریض عکس العمل منفی هم نشان میده، این عکس العمل منفی باعث نشه که دعوت خود در مورد قطع بکنه یا مثل از اون ولی عکس العمل منفی تر نشان بده. مثلا یک مثال عام فهمتر اگر بگیم، گاهی وقتا اگر دکتر یک کسی پیچکاری میکنه ممکن عکس العمل منفی نشان بده و اما دکتر باز هم مسئولیت خود با خوشی باید انجام بده تا اینکه مریض خدا باید از این مصیبت نجات بده و قطعا دعوتگرم به عنوان یک مریض و طبیب اجتماعی در جامعه باید همینطور عمل بکنه. استاد گرامی، حضور دعوتگرا را در شبکه‌های اجتماعی یا سوشال میدیا، رسانه‌های نوین بگیم، جدید بگیم، چگونه می‌بینید؟ آیا باید اینها حضور داشته باشند یا نه؟ حضور اینا در رسانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی زمانگیر است، وقتی اینا را تلف میکنه. بعضی خیلی همین بهانه را میکنه. من برداشت من در این شبکه‌ها هستم. دوستا، اول وجود دعوتگر در شبکه‌ها یک ضرورت است، یک ضرورت بسیار جدی هست، به دلیل از اینکه اول مردم از دیگه وسایل اگر دارن یا ندارن حتما از این وسایل دارن. یعنی در هر حالت ما مصروفیت یعنی میتونن از طریق با مخاطبین خود به خاطر چند مورد این ضرورت است. ضرورت اولش است که آسان ترین وسیله است که در هر حالت شما میتونین پیامتون برای مردم بگین. اگر در خانه این، اگر در راه این، اگر در هر حالت هستین، این یک وسیله. وسیله دیگه است که وسایل ارتباط جمعی از بزرگترین وسایل برای کسانی است که
دعوت به طرف امور خلاف شریعت میتن، یعنی جریانات ضد دینی بیشترین استفاده را میکنن. اگر دعوتگران اسلامی از این صفحات اجتماعی دور باشن، بر از اونها در حقیقت به تعبیر عامتر لقمه آماده را میتن و اونها دعوت خود، یعنی میدان برای دیگر را خلاص. این نکته هست. و مسئله دیگه مهمتر دیگه چیست که این نکته را باید مد نظر داشته باشیم که مصروفیت خود را در این صفحات محدود بکنن، چون گاهی وقتا حقیقتا تجربه من است که آدم زیاد مصروف میکنه تا این حد، اگر شوخی بکنم به اندازه من مصروف نباشن اما حضورشان یک ضرورت هست و باید باشن و جوانان ضرورت دارن، مردم ضرورت داره و اگر نباشن قطعا زمینه را برای کسانی که برنامه‌های ضد دینی خود پیش میبرن خالی گذاشتن و در حقیقت از یک وسیله‌ای که میتونه بسیار موثر بوده باشه ترک کردن و تأثیرات مثبتش من خودم شخصا عملا در موارد زیادی عملا احساس کردیم و بر مبنای از هم بوده. گاهی وقتا گرچه دوستان مرا ملامت کردن اما اگر من تأثیرات محسوس او را نمیدیدم به این اندازه برش وقت نمیدادم، اما بازم گاهی وقتا کمی ما شاید از پیش مبالغه شده باشه. به هر ترتیب وجود دعوتگرا در این صفحات ضرورت داره، اما نه به حدی که از مسئولیت‌های دیگه‌شان بانن، از فعالیت‌های دعوتی حضوریشان بانن، از مسئولیت‌های تعلیمی و آموزشی که خود یک دعوتگر نیاز داره در هر حالتی باید یک به عنوان یک طالب العلم بیاموزه از اونها نمانند، حضورشان یک ضرورت است به سوار من. و اوقات استاد مبشر مسلمیار تنها در دانشگاه و مسجد و منبر و رسانه است میگذره یا ای که وقتی دارن برای برخی از تفریح ها و سرگرمی ها یا انواع ورزش؟ خیلی دوست دارم ورزش بکنم، یک ضرورت هم هست، گاهی علاقمندی زیادم دارم. این چند وقت اخیر متاسفانه نیاز هست، ضرورت هست برای دعوتگر، باید توجه به صحت یک ضرورت است و قطعا بهترین وسیله میتونه ورزش بوده باشه. من خودم بارها اقدامم کردیم اما گاهی وقتا هم شده که مسئولیت های زیاد باعث شده که نرسم، اما همیشه یک موضوعی که در ذهنم بوده که حتما باید مد نظر داشته باشم امی مسئله بوده که باید برای ورزش به خاطر صحت انسان محیط است. و دیگه نکته مهم دیگه است که بعضی از مردم یک مورد جالب تر دیگه دارن، توقع دارن که کسی که دعوت میکنه، کسی که منسوب به علم است دیگه فقط یک آدم بسیار رسمی باشه، همیشه تو با احساس یک ضوابط چهار چوکات بندیش من به خاطر سوال کردم برخورد بکنه. این دقیق نیست. دعوتگر مثل مردم باشه، در بین مردم باشه، واقعا یک فرد از افراد جامعه است. قطعا و حتی من تصور میکنم یک بار یک برادری از ما سوال کرد، من نمیدونم او شاید در نتیجه یک تصویر عجیبی که از ما گرفته بود پرسان کرد، در صفحات اجتماعیت من در سال ندیده بود یا از نزدیک همراه ما آشنا نبود، پرسان کرد مرا گفت استاد تو گاهی خنده میکنی؟ من تعجب کردم و میگپش خیلی برای من جالب بود. من گفتم که خیلی زیاد شادی باشه استاد که دعوتگرا بیشتر جانب ترهیب در نظر گرفتن و بیشتر مردم هم میترسانن و مباحثی که شادی آفرین باشه مطرح نمیکنن، فکر نمیکنن که یک نکته ایست. یک نکته دیگه ایش هم است که گاهی وقتا می دعوتگرای ما الحمدلله همیشه علمایان موارد یعنی عام نیست، ایده از علمای ما کسانی هم بودن که موارد متاسفانه به خاطر نداشتن تزکیه سالم خود بالاتر از مردم تراشیدن، در بین مردم نبودن، حضور مردم وقتی با مردم عام برخورد کردن یک نوع با یک کبر و غرور و تکبری که گویا ما اینطور وانمود کردن که گویا ما در یک درجه خاصتری قرار داریم، در حالی که از لحاظ البته اینا محدود اسلامی محدود هست، اما موارد امی تصویر را دقیق نساخته و موارد دیگه هم عدم شناخت بوده. ما شخصا اگه بگیم بعضی دوستا صفات اجتماعی ما همراه ما آشنا بودن دیگه تصویر داشتن، وقتی از نزدیک همراه ما شیشتن گفت استاد ما فکر می‌کردیم که تو دیگه رقمی، اما از نزدیک دیدیم تو دیگه رقم آدم بودی. ممکن موارد عدم فهم، عدم شناخت هم باشه، اما گاهی وقتا یعنی انسان باید منصف باشه. اعترافم میکنم که کسانی که منسوب به علم و دعوت هم هستن موارد عملکردهای خودشان باعث شده که مردم یک تصویر بگیره که گویا فکر میکنه که یک دعوتگر دیگه یک آدمی که همیشه یک پیشانی ترش داشته باشه و رسمی همیشه صحبت بکنه و حداقل شوخی نکنه، خنده نکنه. این دقیق و این تصویر دقیق نیست. تشکر استاد گرامی، استاد مبشر مسلمیار، استاد دانشگاه شرعیات دانشکده شرعیات دانشگاه کابل که فرصت دادین و در برنامه با دعوتگرا با ما حضور یافتین و
البته تا 2 قسمت زحمت متقبل شدین. در پایان استاد از شما تشکر میکنم و اگر در ظرف 1 دقیقه نیم دقیقه توصیه دارین کدام سخنی که سوال نشده و نیاز است که باید او را بگین در خدمت شما. جزاک الله خیرا. من از شما تشکری میکنم که وسیله شدین برای اینکه با دوستا صحبت داشته باشیم. الله به شما پاداش خیر نصیب بکنه و اینکه یک منبر بر رساندن پیام حق و سخن حق هستین. الله متعال توفیق بیشتر براتون بده و از الله برای همه ما اخلاص در عمل و مطابقت از شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و عاقبت پیروزی دنیا و آخرت را خواهان است. تشکر استاد مبشر گرامی و همچنین تشکر از شما عزیزان و گرامیانی که تا این لحظه برنامه خودتان، برنامه با دعوتگران را مشاهده کردید. تا تقدیم برنامه بعدی همه شما گرامیان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي